چگونه انضباط شخصی داشته باشیم؟ اول از همه باید بدونید که انضباط شخصی با داشتن برنامه روزانه و هدفگذاری کاملا متفاوته. ممکنه شما هدفگذاری و برنامه‌ریزی خیلی خوبی داشته باشید، اما هرگز موفق نشید. چرا؟ چون دقیقاً چیزی که کمبودش حس شده همون انضباط شخصیه. انضباط شخصی یعنی تجمع تغییرات و موفقیت‌های کوچیک 1%. بدون توجه به اینکه امروز حسشو دارید یا نه. یعنی هر روز متعهد باشید که کمی بهتر بشید و سیستمی رو تو زندگیتون پیاده کنید که همیشه موفق باشید. نه اینکه صرفاً به یه هدف برسید و دیگه ندونید باید چی کار کنید و از زندگی ناامید بشید. معمولاً تحقق یک هدف خیلی لذت بخشه. اما بعد از تموم شدن اون هدف شما احساس بلا تکلیفی میکنید. پس باید با داشتن انضباط شخصی تبدیل به کارخونه تحقق تمام اهداف بشید. مهم نیست هدف و برنامه چیه. شما انجامش میدید. گام اول. در ابتدا شما باید برای هدفتون 2 لیست تهیه کنید. یک لیست از هویت‌هایی که باید برای تحقق اون هدف در خودتون به وجود بیارید و یک لیست از مهارت‌هایی که باید برای تحقق هدفتون داشته باشید. به طور مثال باید فکر کنید آیا برای تحقق هدفم باید فردی سحرخیز باشم یا شب زنده دار؟ آیا باید رژیم غذایی خاصی داشته باشم؟ آیا باید آدم اجتماعی باشم؟ و همینطور آیا باید به طور مثال مهارت نویسندگی یا برنامه نویسی رو یاد بگیرم؟ یا نیاز به مهارت برقراری ارتباط و فروش دارم؟ گام دوم. لیست هویت‌ها و مهارت‌های خودتون رو از با اهمیت ترین به کم اهمیت ترین اولویت بندی کنید. هر کدوم که تأثیر بیشتری در رسیدن به هدفتون دارن و بالاتر قرار بدید. گام سوم. بعد از اولویت بندی شما باید صرفاً یک هویت و یک مهارت رو انتخاب کنید. فقط یکی. بعد هویت رو تبدیل به عادت زندگیتون کنید و برای یادگیری مهارت جدید برنامه ریزی کنید. برای ایجاد عادت جدید حداقل به خودتون 2 ماه و برای مهارت جدید حداقل 3 ماه زمان بدید. اگه نیاز به زمان بیشتری دارید هم هیچ اشکالی نداره. نکته اساسی در ایجاد عادت اینه که باید به 3 نکته توجه کنید. 1. آیا دلیل واضحی برای ایجاد اون عادت دارید؟ 2. آیا توانایی ایجاد اون عادت رو دارید؟ 3. آیا محرک لازم برای انجام اون عادت رو دارید؟ این موارد رو خیلی واضح برای خودتون مشخص کنید. اگه دلیل واضحی ندارید، یا باید عادت انتخابیتون رو عوض کنید یا دلیل قانع کننده‌ای برای خودتون پیدا کنید. اگه توانایی ایجاد اون عادت رو ندارید، باید هویت و عادت متناسب با خودتون رو پیدا کنید. و بعد در محیط زندگیتون محرک لازم رو برای انجام اون عادت ایجاد کنید. یعنی به طور مثال اگه میخواید ورزش کردن رو به عادتی در زندگیتون تبدیل کنید، بعد از مشخص کردن دلیل و میزان تواناییتون در ایجاد اون عادت و مشخص کردن تمام جزئیاتش، میایید همیشه وسایل و کیف ورزشیتون رو تمیز و مرتب و آماده نگه میدارید و جایی میذاریدش که دقیقاً جلوی چشمتون باشه. اون موقع هر وقت که زمان ورزش کردنتون باشه، با دیدن وسایل آماده بدون فکر کردن به سراغ ورزش میرید. دیگه مهم نیست حس و حالتون خوبه یا نه. مهم نیست خسته اید. فقط انجامش میدید. در مورد یادگیری مهارت هم به همین شکل باید عمل کرد. بعد از برنامه ریزی برای یادگیری مهارت مورد نیازتون یا در کلاس آموزشی که ساعت مشخصی داره ثبت نام کنید یا ساعاتی در هفته رو مشخص کنید که باید به یادگیری اون مهارت بپردازید. همه چیزو از قبل مهیا کنید و سر ساعت مشخص بدون توجه به حس و حالتون فقط به یادگیری بپردازید. حتی شده صرفاً یه صفحه کتاب بخونید یا صرفاً یک نکته رو تمرین کنید. مهم نیست. فقط انجامش بدید. گام 4. بعد از ایجاد عادت و هویت جدید و یادگیری مهارت اول،
به سراغ لیستتون برید و مهارت و هویت بعدی رو انتخاب کنید. یادگیری مهارت جدید رو جایگزین مهارت قبلی کنید و عادت جدید رو به عادت قبلی گره بزنید. وقتی عادتهای مثبت رو به هم گره میزنید، اونا محکمتر میشن و همدیگر رو تقویت میکنن. به طور مثال، اگر عادت و هویت جدیدتون مراقبه کردن یا گوش دادن به پادکست های صوتی باشه، میتونید در کنار کیف ورزشیتون یک پد مراقبه بذارید یا یک هدفون برای گوش کردن به پادکست های صوتی. اینطوری بلافاصله بعد از دیدن کیفتون، اون محرک ورزش کردن در مغزتون فعال میشه. حالا میتونید قبل از ورزش کردن از پد مراقبه استفاده کنید و مراقبتون رو انجام بدید یا هدفون رو روی گوشتون بذارید و پادکست رو پلی کنید و بلافاصله بعدش ورزشتون رو شروع کنید. گره زدن عادت‌ها به هم هنر ظریفی هست که باید با دقت انجام بشه. در این خصوص میتونید کتاب عادت‌های اتمی رو مطالعه کنید. گام 5. حالا در مرحله آخر باید یه سری نکات ذهنی و عملی رو یاد بگیرید و تمرین کنید تا ذهن و ارادتون ضد گلوله بشن و در دام اهمالکاری و تنبلی نیفتید. آماده اید؟ 1. در مورد اهداف و تحقق رویاهاتون با هیچ کسی صحبت نکنید. به این کار خودارضایی ذهنی گفته میشه که باعث میشه در مغزتون به طور مصنوعی دوپامین رسیدن به هدفتون ترشح بشه و ذهنتون هدف و محقق شده تصور کنه. این کار انگیزه و انرژی رو ازتون میگیره. یادتون باشه همیشه صدای پیروزی خود به خود شنیده میشه و نیازی به اعلام کردنش نیست. گاهی لازمه در تنهایی خودتون رو از نو بسازید و خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. شاید پیشرفت 1% شما صرفاً منظم کردن افکار و ذهنتون باشه. همیشه پیشرفت توی جلو رفتن نیست. یه مدت شبیه روح بشید و یه ورژن بهتر از خودتون رو رونمایی کنید. 2. از سکوت نترسید. گاهی در سکوت مطلق با افکارتون روبرو بشید و صرفاً نظاره‌گر اونها باشید و ببینید منشأ ترس و اضطرابتون چیه. گاهی بدون موسیقی ورزش کنید و حتما قطع کردن نوتیفیکیشن گوشیتون، مخصوصا زمانی که نیاز به تمرکز روی کار و هدفتون دارید و امتحان کنید. تا جای امکان حواس پرتی‌ها رو از خودتون دور کنید. 3. یک واقعیت تلخ و عجیب هست که خیلی‌ها دوست ندارن باورش کنن و اونم اینه که خوشبختی در رسیدن به اهداف نیست، در مسیر هست. لازم نیست زندگی تو وقف هدفت کنی. اکثریت میگن اگه درسم تموم شه خوشحال میشم، اگه کار پیدا کنم، اگه توی کارم ترفیع بگیرم، اگه ماشین بخرم، اگه ازدواج کنم، اگه خونه بخرم، اگه بچه دار بشم، اگه بازنشست بشم، اگه بچه ها موفق بشن و خیلی دلایل دیگه، اون وقت حتما خوشحال و خوشبخت میشم. ولی اینطوری زندگی تموم شد که با این اگه ها هیچ وقت از زندگی لذت نخواهی برد. از مسیر زندگیت نهایت لذت رو ببر و کاریو انجام بده که عاشقش هستی. نباید جوگیر بشی و زندگی تو وقف هدفت کنی و نباید همیشه توی تفریح باشی. ذهن برای پیشرفت به کمی فشار نیاز داره، ولی فشاری که انتخاب خودت باشه و نیازی به فشار خیلی زیاد هم نیست. انتظار نداشته باش که همین فردا موفق بشی. آروم باش و از مسیر لذت ببر. دوش آب سرد بگیر، ورزش کن و عمیق تلاش کن. همین که روزانه یک کار مثبت انجام بدی، ذهن تربیت میشه. 4. هر روز به خودت یادآوری کن که تو خیلی بهتر از اون چیزی هستی که فکر میکنی. کل سوشال میدیا و جامعه دارن تلاش میکنن که به تو احساس ناکافی بودن بدن. یه حباب از آرزوهای مسخره درست کردن که یادت بره تو شخصیت و زندگی منحصر به فرد خودتو داری. قدر خودتو بدون و چیزایی که از انجام دادنش تفره میری و شروع کن. معجزه توی همین کاری هست که میترسی انجامش بدی.
5. یادت باشه شکست متضاد موفقیت نیست، بلکه بخشی از اونه. مهم اینه که ادامه بدی. اگه بیشتر از نصف روزای هفته رو مفید باشی، اون هفته رو بردی. اگه بیشتر هفته های یه ماه مفید باشی، اون ماه رو بردی. و اگه بیشتر ماه های یک سال رو مفید باشی، اون سال رو بردی. هیچ معجزه‌ای در کار نیست. فقط باید مجموع بردهات بیشتر از شکستهات باشه. 6. همه خوشبختی ها از تضاد ساخته میشن. درد و لذت، نور و تاریکی، سختی و آسونی. این مفهوم میتونه حالتو بهتر کنه. بدون این تضادها هیچ چیزی معنی پیدا نمیکنه. ما قرار نیست هر روز مثل روز قبل زندگی کنیم. برای خوشبختی باید چیزهای جدید و متضاد خودمون رو بپذیریم. توی زندگی بی نهایت تراژدی و زیبایی هست و هیچ کدوم از اینا نباید تو رو از مسیرت دور کنن. تو حتی باید برای درد هم برنامه ریزی کنی. پس آروم باش. 7. کمالگرایی رو کنار بذار و فقط شروع کن. این تله ذهنه که تو رو عقب نگه می‌داره. ممکنه کار اولت بد و حوصله سربر باشه، اما مهم نیست. شروع کن و بهترش کن. اولین اثر خودتو بساز. 8. توی مسیر موفقیت و دیسیپلین شخصی پارتنر خوب چه خصوصیاتی داره؟ یه پارتنر خوب بهت احترام میذاره، برای شناخت شخصیتت وقت میذاره، بهت حس امنیت میده، به نیازهات گوش میده، حمایتت میکنه و تشویقت میکنه به پیشرفت و همچنین برای رابطه تلاش میکنه. ولی حق اینو داره که هدفهای خودشو داشته باشه. حق داره ناکامل باشه و گاهی هم نیاز به تنهایی داره. گاهی جریان رود زندگیتون از هم جداست و فقط باید به آرامش روح همدیگه کمک کنید. پس هم یه پارتنر خوب باش و هم یه پارتنر خوب داشته باش. سعی کنید در مورد این مسائل خیلی شفاف و دوستانه با هم صحبت کنید. 9. فقط از توصیه ها و نصیحت آدم هایی که هدفتو محقق کردن استفاده کن. ولی تهش یادت باشه که مسئولیت تمام انتخابا با خودته و این تو هستی که تصمیم میگیری. 10. مثل بقیه نباش. چیزیو بخون که بقیه نخوندن. چیزیو تست کن که بقیه تست نکردن. تو قراره از سختی و شیرینی راهی لذت ببری که کسی تا حالا نرفته. خیلی از قاعده و قانونا برای تو نوشته نشدن. خیلی از استانداردهایی که تنظیم شده برای تو نیست. شاید قرار نیست توی زندگیت متوسط باشی و واسه همین حالت بده. یه مدت امتحانش کن. مثل بقیه نبودن دردیه که لذتش هم برای همه نیست. ممنون که توی این مسیر ما رو انتخاب کردید. ما همراه شما هستیم. اگه نکته‌ای جا مونده حتما برای ما و دوستاتون کامنت کنید. برای ویدیوهای بعدی لایک و ساب فراموش نشه.